تو سوره والضحی گویی خداوند متعال به خاطر نگرانی که پیغمبر داشت از اینکه مبادا بعضی از امتش کم بیارن تو فشارها و سختی، خداوند متعال از باب تسلی این سوره رو فرستاد. گویی برای تسلی پیغمبره. والضحی واللیل اذا سجی، قسم به نور خورشید اون موقعی که پهن میشه و روز فراگیر میشه، که تو بعضی از روایات هست که تعویل این آیه مال زمان ظهور هست ولی از علیه السلام که نور نبوت و حقایق نور نبوت و ولایت فراگیر میشه. و لیل اذا سجی، قسم به شب تار و تاریک که او هم در برهه‌ای این شب گسترش پیدا میکنه و خودشو نشون میده. شاید مقصود این باشه که مقصود از این شب تاریک اون حجاب ها و موانع و سختی هایی است که در مقابل نور نبوت مقاومت میکنه، نمیگذاره او گسترش پیدا بکنه تا زمان ظهور. اون حجاب ها و سختی ها و اون تاریکی ها. ما ودعک ربک و ما قلی، پیغمبر ما سختی داری میبینی، مشکل داری میبینی، اما گمان نکن ما تو رو رهات کردیم، ما گمان نکن ما تو رو فراموشت کردیم. ما ودعک ربک، خدای تو رو فراموشت نکرد، ترکت نکرد. و ما قلا، خشم نگرفته بر تو، خدای تو با توست. اگر سختی تو راه دارید، اگر کشته میدید، اگر مجروح میدید، اگر مشکلاتی دارید، لازمه راه قله ها رو طی کردن هزینه داره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. این مسیر حفت النار بالشهوات، مسیر جهنم با شهوات قاطیه، مسیر بهشت سختیایی داره. والجنت حفت بالمکاره. این رو خداوند متعال میگه. بعد آیه بعدیش وللآخرة خیر لک من الاولی، رسول ما آخر کار بهتر از اول کار برات، آخر شیرینه. این والآخرة خیر لک من الاولی، خب یا احتمالی هست مقصود همون آخرت و قیامت باشه و الطافی که خدا به پیغمبر اکرم میکنه، و احتمالی هست طبق روایات که مقصود از آخرت آخر همین دنیا. در روایت امام صادق علیه السلام تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که الکرة هی الاخرة للنبی، رجعت آخرت پیغمبره، یعنی اون آخر و انتهای عالم دنیا. ظهور و رجعت زمانی است که پیغمبر ما نتیجه زحماتتو میبینی، این تلاش ها اونجا به بار مینشینه، اونجا خستگیتون در میره، اونجا میفهمید که این تلاش ها هدر نرفت، این زحمات به بار نشست. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم بخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور. پیغمبر ما آخر شیرین، نترس، ما باهاتی. پیغمبر اکرم یک ذره در هدف شک نداره. پیغمبر اکرم مرد سختی هاست. میثاق بلا رو از عالم میثاق بسته. در جلد 28 بهار هست که خداوند متعال به پیغمبر در عالم میثاق فرمود که ما رسالتی رو بر دوش تو میگذاریم، اما سختی داره، مشکلات داره. هم خودت سختی ها میبینی، بر سرت زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، تهمت بهت میزنن. هم برادرت علی مشکلات و سختی هایی میبینی که جان تو هست. هم فرزندانت فاطمه تو، حسن تو، حسین تو. عاشورا یکی از بلاهای پیغمبره. پیغمبر میثاق رو از همون موقع بست. بنابراین پیغمبر خودش مرد سختی هاست. یعنی نگرانی برای خودش نیست، ولی وقتی میبینه که تو جامعه سختی زیاد شد، نگرانی که مبادا بعضی از امتش کم بیارن، مبادا بعضی از امتش به هر حال کوتاه بیان، از پا در بیان. اینجا خداوند میفرماید که ما ودعک ربک و ما قلی، پیغمبر خدا شما رو رها نمیکنه، تنهاتون نمیگذاره، فراموشت نکرده. وللآخرة خیر لک من الاولی، اون آخر کار براتون شیرینه، گرچه تلخ است ولی میوه شیرین دارد. آخر کار براتون شیرین هست.